سلام و درود، وقتتون بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه کانال اوکی دیجیتال در خدمت شما هستم و توی این برنامه میخوام سایت رو بهتون معرفی کنم که همونجوری که میبینید میتونید این ارزها رو ازش به دست بیارید. ارزهای معروف مثل بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، تون کوین، تتر و بقیه ارزهایی که خب معروف هستن و میتونید به راحتی به دست بیارید. حد نصاب برداشت بچه بسیار کم هست و میبینید که دوستان شما دارن به راحتی هر چند دقیقه برداشت های خودشون رو انجام میدن. و یک نکته بسیار کلیدی رو انتهای ویدیو میخوام بهتون بگم، حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. این نکته کلیدی میتونه بهتون کمک کنه که درآمدتون رو توی این سایت چندین برابر کنید و بریم بالاتر. اینجا ببینید 210,000 کاربر داره. این خودش نشون میده که چقدر در واقع این سایت تونسته کاربران زیادی رو به خودش جذب کنه و بیش از 3 سال هست، اون چیزی که خود من میدونم، پرداختی داره. اینم حد نصاب برداشت که $100 هست. وقتتون رو نمیگیرم و میریم برای ثبت نام و کسب درآمد که خب قسمت اصلی کار هست. برای ثبت نام وقتی روی لینکی که در کامنت اول گذاشتم کلیک کنید، کافیه روی این قسمت ثبت نام بچه‌ها بزنید و بذارید من اینا رو پاک کنم که بهتون توضیح بدم چه جوری هست. خب دوستان، برای ثبت نام ایمیل، یوزرنیم، پسورد، تکرار پسورد و در انتها روی گزینه ثبت نام بزنید. بچه یه چیزی که یادم رفت، اگر ما رو لایق دونستید لایک و کامنت باعث میشه که ما به ادامه کار در واقع بیشتر تشویق بشیم. پس ممنون میشم اگر لایق دونستید این کار رو انجام بدید. خب به محض اینکه اطلاعات رو وارد کردید و روی گزینه ثبت نام زدید، میاید و وارد داشبورد میشید و اینجا میبینید که اطلاعات کاربریتون هست. اینجا اطلاعات کاربری از جمله اینکه چقدر به دست آوردید درآمدتون و اطلاعات شخصی شما و اینجا همون ارزهایی هست که گفتم که برای برداشت هست که اینو خدمتتون میگم. من سعی میکنم همه چیز رو اینجا به ترتیب بگم. توی کسایی که توی گوشی دارن یه 3 خط هست، اگر بزنید نگاه کنید این رو براتون میاره. همه چیز به ترتیب میگم که چیزی از قلم نیفته. داشبورد رو گفتم. قسمت رفرال دیگه همه سایت ها معمولا سایت های کسب درآمد دلاری و تومانی قسمت رفرال رو دارن که شما هم اگر دوست داشتین میتونید از گزینه رفرال لینک خودتون رو در اختیار دوستانتون قرار بدید. قسمت لیوربورد که در واقع میاد و نفرات برتر رو نشون میده، نفراتی که بیشترین درآمد رو داشتن و معمولا خیلی از سایت ها دارن این قسمت رو. ولی ما با قسمت اصلی کسب درآمد کار داریم که از اینجا شروع میشه تا مرحله برداشت. بچه قسمت فاسد بچه هر روز من یه توضیح بهتون بدم، هر روز 25 تا فاسد براتون میاره و هر 15 دقیقه میتونید یکیشو انجام بدید. شما برای انجام این کار این قسمت نارنجی رو اول باید در نظر بگیرید. یه سری اعداد اینجا هست 8 و 7 و 6. ببین اولی باید 8 رو مشخص کنم، من روش کلیک میکنم. بعدی 7 هست، من روش کلیک میکنم و آخری 3 هست و اینها رو که مشخص کردید روی کلیم میزنید و به همین راحتی به صورت ارز دیجیتال درآمد این قسمت رو دریافت میکنید. ببینید که من یکش انجام دادم و 15 دقیقه دیگه اینجا تایمر هم روشن شد و دوباره میتونم 15 دقیقه مراجعه کنم. این قسمت رو نمیخواد کاری انجام بده، ولی قسمت شیرین ماجراست، در واقع کلیک کردن هست که اینجا دارید میبینید. این رو هم براتون توضیح بدم بچه ها. 33 تا تبلیغ اینجا هست که هر تبلیغ رو در واقع 10 ثانیه باید نگاه کنید. حالا چجوری؟ میاد اینجا روی این تبلیغ کلیک میکنید به مدت 10 ثانیه. وقتی روش کلیک میکنید اینجا بچه ها تایمر روشن میشه. حالا ممکن اون سایت در واقع براتون باز بشه یا باز نشه، براتون مهم نباشه. شما فقط اون تایمر که روشن شد روی این قسمت وریفای میزنید، این رو میبندید و اگر مراجعه کنید میبینید که اومد و درآمد این قسمت رو به ما داد و میتونیم بعضیاش هم انجام بدیم. یعنی من اگر بعدی رو بخوام به همین راحتی میتونم باز کنم، باز هم باز نمیکنه، ما اصلا برام مهم نیست، ما درآمدش برام مهم هست و این تایمری که اینجا هست و این وریفای و بعدش هم که سایت کامل باز کرد اینو میبندیم و درآمدش رو دریافت میکنیم. پس این رو مد نظرتون باشه. من 33 تا 2 تاش انجام دادم، 31 دیگه مونده که خب بعد از اینکه حالا کلیپ تموم شد میرم خودم انجام میدم. قسمت حالا شانس هم داره، لاتاری یا شانس رو هم داره
میتونید با هزینه کردن حالا تیکت های خودتون تو این قسمت هم شرکت کنید. قسمت تسک یا انجام وظایف همونجور که میبینید بچه‌ها درآمدش از قسمت های دیگه بیشتره، ولی خب یه کمی هم سخت‌تره. حالا همه در واقع دوست ندارم ولی ساده است. یعنی اگر روی این قسمت کلیک کنید سایت رو براتون باز میکنه، میگه داخل ثبت نام کنید و یوزرنیم خودتون رو اینجا وارد کنید و بقیه موارد که میتونه از قسمت ترنسلیت ترجمهش کنید که ببینید باید چی کاری انجام بدید. درآمدش بیشتره ولی خب یه کم سخت‌تره و کسایی که دوست داشتن میتونن انجام بدن. بچه‌ها ببینید روش‌های درآمدزاییشو بهتون گفتم. اما بریم برای قسمت شیرین برداشت و اون نکته کلیدی که ابتدا بهتون گفتم. بچه‌ها نگاه کنید بچه‌ها، من چند دقیقه بیشتر باهاتون همراه نبودم و نیم در واقع فاست به دست آوردم. حداقل برداشت 1 فاست هست و اینجا اگر دقت کنید مثلا حالا من میخوام چیکار کنم، بیت کوین برداشت کنم. من بیت کوین رو انتخاب میکنم بچه‌ها و اینجا خودش میاد اون مقداری که به دست آوردم رو تبدیل میکنه به بیت کوین و آدرس بیت کوین منو میخواد. آدرس بیت کوین از طریق کیف پول فاست پی که اگر توی حالا گوگل خود فاست پی رو سرچ کنید براتون میاره و ثبت نامش هم راحته، یه ایمیل میخواد و ثبت نام. وقتی این کارو کردید میاد رو قسمت ولتتون، حالا انواع ارزها رو داره اینجا. من خب بیت کوین رو انتخاب کردم، روی قسمت دیپوزیت میزنم، آدرسمو کپی میکنم، میام اینجا قرارش میدم و برداشت تمام. یعنی اگر یک دقیقه چند دقیقه کار کنم میرسه به 1 و برداشت میکنم، آنی هم میاد تو این کیف پول که بعدا از همین کیف پول میتونید بفرستید برای از قسمت ویدراو، میتونید در واقع برای صرافیتون یا کیف پول اصلیتون بفرستید و حالا تبدیلش کنید به تومان یا هر ارز دیگه‌ای که خواستید. مرسی که با من همراه بودید. خدا نگهدار.